توی بحث جذب خواسته ها خیلی وقتا دو تا واژه فرکانس و ارتعاش رو میشنویم، ولی فرقشون چیه؟ بیاین با یه مثال ساده براتون بگم. ارتعاش همون احساسات و حالت درونیه که ما در لحظه داریم. یعنی وقتی به یه چیزی فکر میکنی یه حس خاص توی دلت ایجاد میشه. اون حس میشه ارتعاشت. مثلا وقتی به یه رابطه عاشقانه فکر میکنی ممکنه حس عشق، امنیت یا حتی دلتنگی بیاد سراغت. اون حس ها ارتعاش تو هستن. فرکانس یه جورایی مثل موجیه که اون ارتعاش رو میفرسته بیرون. یعنی فرکانس میزان و نوع اون ارتعاشه که به کائنات اعلام میکنی. مثل این میمونه که یه ایستگاه رادیویی روی یک موج خاص تنظیم شده باشه. تو هم با احساساتت روی یه فرکانس خاص تنظیم میشی. پس خلاصش اینه: ارتعاش حس درون توه، فرکانس سیگنالیه که اون حس رو به جهان مخابره میکنه. وقتی که حس خوب داری، مثلا احساس عشق، آرامش یا شکرگزاری، فرکانست میره روی موج چیزهای خوب، یعنی با خواسته هات هماهنگ میشی. ولی وقتی حس بد داری، مثل ترس، ناامیدی یا خشم، فرکانست میره روی موج چیزهایی که نمیخوای. برای جذب خواستهات باید ارتعاشت رو تنظیم کنی، یعنی حست رو عوض کنی تا فرکانست هم عوض بشه. من توی کانالم همراهیت میکنم.